سلام رفقا، میدونم که این روزها حال دل خیلی از معامله‌گرها مثل رنگ نمودارها قرمزه. وقتی سبد دارایی تو باز می‌کنی و می‌بینی سرمایه است 30 یا حتی 50% رفته توی ضرر، اولین حسی که به سراغت میاد ترسه. ترس از اینکه نکنه همه چیز صفر بشه. اما همین اول کار یه قولی بهت میدم. توی دنیای مالی ضرر فقط وقتی قطعی میشه که تو دکمه فروش رو از روی ترس فشار بدی. توی این ویدیو میخوام بهت یاد بگم چطور از این بحران یه فرصت بسازی. اولین قدم اینه که آروم باشی و دست به هیچ خرید و فروش هیجانی نزنی. باید بفهمی که بازار همیشه همینطوری بوده. بعد از هر صعود خفنی یه استراحت و ریزش هم هست. حالا استراتژی چیه؟ اگه پول نقد داری، الان وقتشه که با تکنیک میانگین کم کردن قیمت خریدت رو بیاری پایین. یعنی روی حمایت‌های معتبر پله‌ای خرید کنی تا وقتی بازار فقط یه کوچولو برگرده تو نه تنها از ضرر در بیای بلکه بری توی سود. اما اگه تمام پولت رو قبلا خرید کردی و الان نقدینگی نداری، بهترین کار اینه که سبدت رو بازنگری کنی. ببین روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کردی. اگه ارزهای بنیادی و معتبر داری، فقط کافیه صبر کنی و به بازار زمان بدی. تاریخ نشون داده که بیت کوین همیشه سقف‌های قبلیش رو شکسته. اما یه هشدار جدی، اگه توی ارزهای بی‌ارزش و میم کوین‌های بی‌نام و نشان هستی، شاید لازم باشه یه جای کار جلوی ضرر رو بگیری و سرمایت رو به ارزهای مطمئن‌تر منتقل کنی. خلاصه که رفیق، توی این بازار اونی برنده است که از طوفان نمیترسه و بلده چطور کشتیشو هدایت کنه. یادت نره، روزهای سبز بازار همیشه بعد از همین روزهای سخت میان. اگه این ویدیو بهت آرامش داد یا کمکت کرد، حتما لایکش کن و برای رفیقای دیگه‌ت که اونا هم توی ضرر هستن بفرست تا بدونن تنها نیستن. توی ویدیوهای بعدی دقیق‌تر بهت میگم که کدوم ارزها پتانسیل رشد بیشتری دارن. تا ویدیوی بعد مراقب سرمایت باش. سلام رفقا، اگه دوست داری وارد دنیای رمزارزها بشی، اول باید بدونی بیت کوین چیه، چرا مهمه و اصلا این دامیننس بیت کوین که همه ازش حرف میزنن یعنی چی؟ بیت کوین چیه؟ بیت کوین یه پول دیجیتاله که هیچ بانک یا دولت مرکزی روش کنترل نداره. یعنی تو میتونی ازش استفاده کنی بدون اینکه کسی بخواد اجازه بده. این اولین رمز ارزی بود که ساخته شد و هنوزم معروف‌ترین و با ارزش‌ترینشه. یه جورایی پادشاه دنیای کریپتوه. چرا بیت کوین مهمه؟ چون وقتی مردم به بازار رمز ارزها شک دارن یا میترسن، پولشون رو از آلت کوین ها در میارن و میریزن تو بیت کوین، چون امن‌تره. واسه همینه که همیشه نگاه میکنیم ببینیم بیت کوین چه کار میکنه، چون بقیه بازارم باهاش بالا پایین میرن. دامیننس بیت کوین یعنی چی؟ دامیننس یعنی سهم بیت کوین از کل بازار کریپتو. مثلا فرض کن کل بازار رمزارزها 100 میلیارد دلاره. اگه 50 میلیاردش مال بیت کوینه، دامیننسش میشه 50%. هرچی این عدد بالاتر باشه یعنی مردم بیشتر پولشون رو ریختن تو بیت کوین و از آلت کوین ها فاصله گرفتن. وقتی دامیننس میره بالا یا پایین یعنی چی؟ وقتی دامیننس میره بالا یعنی مردم دارن آلت کوین ها رو میفروشن و بیت کوین میخرن. معمولاً یعنی ترسیدن یا دنبال امن‌ترین جا برای پولشونن. وقتی دامیننس میاد پایین یعنی پول داره از بیت کوین میره سمت آلت کوین ها. این همون لحظه‌ایه که بعضیا میگن آلت سیزن شروع شده، یعنی فصل رشد شدید آلت کوین ها. پس چیکار کنیم؟ اگه دامیننس بیت کوین رو زیر نظر بگیری، میتونی بفهمی الان بیشتر پول توی بیت کوینه یا آلت کوین ها. این یه سیگنال مهمه برای بفهمی بهتر کجا سرمایه گذاری کنی. رمز ارزها برخلاف بازارهای سنتی مثل طلا یا سهام 24 ساعته بازه و به شدت تحت تأثیر احساسات جمعی قرار داره. یکی از ویژگی‌های خاص این بازار نوسانات شدیده. این یعنی ممکنه در یک روز سودی کلان نصیبه سرمایه گذار بشه و در روز بعد همون سود به راحتی دود بشه بره هوا. همین نوسانات جذابیت زیادی برای تریدرها داره، ولی در عین حال برای افراد بی تجربه یا کسانی که بدون برنامه وارد میشن میتونه بسیار خطرناک باشه. نکته مهم در سرمایه گذاری در این بازار تفکیک بین سرمایه گذاری و معامله گریه. سرمایه گذار کسیه که پروژه های قوی، دارای تیم معتبر، اهداف شفاف و کاربرد مشخص رو شناسایی میکنه و با دید بلند مدت وارد میشه. اما معامله‌گر با تحلیل تکنیکال، احساسات بازار و شاخصهایی مثل دامیننس و حجم معاملات دنبال فرصت. امروز میخوایم خیلی ساده و خودمونی راجع به بیت کوین حرف بزنیم.
بدون پیچوندن، بدون کلمات سخت. بیت کوین یه جور پول دیجیتال یا همون رمز ارزه. یعنی چی؟ یعنی مثل دلار یا تومان میتونی باهاش خرید کنی. فقط فرقش اینه که کاملا آنلاینه. هیچ اسکناس یا سکه‌ای نداره. بیت کوین رو هیچ بانک یا دولت خاصی کنترل نمیکنه. ثبت میشه که بهش میگن بلاکچین. انتقالش سریعتر و ارزونتر از بانکاست. اونم بدون نیاز به واسطه. یه جورایی میشه گفت بیت کوین مثل طلاست. طلای دیجیتالی. چون تعدادش محدوده و همین باعث میشه ارزشش حفظ بشه. خیلیا بیت کوین میخرن چون فکر میکنن آینده پول دنیاست. بعضیام برای سرمایه گذاری میان سراغش. اما حواست باشه، نوسان داره. یعنی ممکنه امروز $50,000 باشه، فردا بشه 45,000. پس اگه میخوای واردش بشی، باید اول آموزش ببینی و تحلیل بلد باشی. تو این کانال ما دقیقاً همین کارو میکنیم. تحلیل ساده، کاربردی و روزانه درباره بیت کوین و بقیه رمزارزها.